بینندگان عزیز، ما همین حالا در منطقه مرزی با ازبکستان، یعنی در دهه شلم این واقع شده است که در خانواده شایموف ها یک فرزند بر اثر تیرپرانی مرزبانان ازبکستان کشته شده است و یک نفر دیگر از پا دستش زخمی شده، حالا در بیمارخانه ناحیه ترسونزاده بستری است. همکنون با آنکه از وقوع این حادثه 3 روز می‌گذرد، اما تاکنون مرزبانان ازبک جسد اهل‌دین شایموف را برنگردانیدند. همه روز گفته، همه روز هم نیست، دینا هم نیست. در کجا اصل جسد بچه شما در کجا در طرف ازبکستان یا تو ازبکستان؟ در ازبکستان. همین پاریدگی وقتی بچه مردگی اونا گرفته بردن. این واقعی که رخ داده است، طوری که والدان اصلدین شایموف و روزی شایموف نقل میکنن، یعنی در منطقه رخ داده است که در آنجا یک قطعه هنوز هم برای تاجیکستان و هم ازبکستان ناروشن است، هنوز تشخیص و نقطه گذاری نشده است. اما حادثه تیرپرانی تقریبا در 500 متر واردی، یعنی داخل قلمرو تاجیکستان رخ داده است و در نتیجه یک خرخشه که رخ داده است و طلبی که مرزبانان ازبکستان کردن، اصلدین شایموف با تیر کشته شده. برآمده گاوا گزنده میبرم گفته وای بچه نمیتونم میگم سراغ پاردگی پاردگی بعد دادرش وای میقسم گفته وای دادرش دستش پاردگی بعد با زرش کرده دست چاپ کرد افتاد چیکار پایش زده. در خانواده شایموف ها 6 فرزند تا حال حاضر به سر می بردند که بعد از کشته شدن اصلدین اینها 5 نفر بودند. اما طرزی که پدر این خانواده میگوید، اینها مالهای خودشون را یا دهات را که بیش از 40 سر مال بوده است، فعلا از جانب دخترش چرانیده میشه در تپه های این مرزی تاجیکستان. دهه شلم در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد و ساکنان اینجا اصلا با مالداری و همونطوری که گفتم با چوپانی مشغول هستند. روزی شایموف برادر اصلدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد، در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است. خیلی آمد که پرا از حرکت گذشته آمد سلطنت ازبکستان گذشت آمد که گام نزد، یگان چی گام نزد که راست آمد که گواه های میکنه های کرده سود اکم گفت های نک گفت گام نزد، سلطنت ازبکستان گام نزد. همین خیلی اکم کانتر نزدیک شد که پارون یک تیر زد، اکم رسید نرسید نمیدونم، اکم همین خیلی خوب کرد. بعد مرا کانتر نزدیک شد، همین خیلی کانتر نزدیک شد که مرا پارون دستم زد که بعد سرش قاپیدیم که پایان کردیم، سرش پایان کردیم که نزنه گفتم دیگه جای من نزنه گفتم که پایان کردیم که یک تیر زد که پای ما رسید، پای من نه اجازه داده اینه اجازه داده استبرامدگی اجازه داده استبرامد که بعد گرفتیم بس 100 متر 50 متر هم خیلی گرفتیم که دیگه نشد، هم خیلی رفتیم که نشد که خون بسیار رفته بود. رئیس شیشتیم که بعد یک بچه اومد که اگه پیدا شد نمیدونم، گفتیم که بیا باند، گفتیم که خون بسیار رفته است، خون ما گم کنم یا کار میشه. گفتم اومد که دستم داد چی بود میانم ده بیا باند، گفتم اینجا بانده اخرشتم بوده اینجا بانده، گفتیم که خون بسیار نروه گفته. بعد دیگرش نمیدونم خیلی شده. از اصلدین شایموف 2 فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونند من بعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اصلدین شایموف برگردانیده شود. میرزا نبی خالقزاد، امردین عالم، رادیو آزادی، دوشنبه.